یک برادر موحد، ایشون هدایت شده، امروز در تهران یا شیراز در شهری زندگی میکنه که در آرزوی این است که با مسلمان ها یک نماز جمعه رو با جماعت بخونه، اما براش میسر نیست. مشرکین اجازه نمیدن، اجازه ساخت یک مسجد برای اهل سنت در تهران نمیدن و این در این آرزو هست و با حسرت داره این رو بیان میکنه. برادر عزیز، هیچ حسرت نخورید. من یک حدیثی رو برای شما میگم که بعد از این اصلا به این چیز فکر نکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح که مسلم روایت کرده میفرمایند که من طلب شهادت صادقا اعطیها ولو لم تصبه. کسی که صادقانه شهادت در راه الله رو آرزو بکنه، الله سبحانه و تعالی اجر شهید رو بهش میده ولو اینکه شهید نشه. همین که شما آرزو میکنید الله متعال اجرتون رو برایتون میده. در روایت دیگر خیلی واضح بیان میکنن. این حدیث رو سهل بن حنیف روایت میکنه رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که من سأل الله شهادت بصدق بلغه الله منازل الشهداء و این مات علی فراشه. کسی که صادقانه آرزوی شهادت در راه الله رو بکنه، الله متعال او را به مقام شهدا میرسانه ولو اینکه در بسترش بمیره. ببینید از لطف و کرم و احسان این دین این است که آرزوی گناه بکنی تا گناه نکنی برات نمی نویسه. آرزوی ثواب بکنی اگر انجامش هم ندی و نتونی انجامش بدی اجرش رو برات می نویسه. روایت دیگری معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت میکنه در ابو داود و ترمذی، میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات او قتل فإن له اجر شهید. کسی که آرزوی شهادت رو در راه الله سبحانه و تعالی بکنه، صادق باشه، صادق نه این آرزوی الکی، نه، صادقانه آرزو بکنه، الله سبحانه و تعالی اگر او بمیره یا کشته بشه اجر شهید رو برای او عطا میکنه. این رو هدیه میدم به کسانی که امروز در حسرت یک نماز جمعه هستند، در حسرت یک نماز جماعت هستند، با حسرت در گوشه خانه از ترس ظالمین و مشرکین نماز میخونن و حتی نمیتونن آشکار بکنن. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اندوهگین نباشید، ناراحت نباشید، شما برتر هستید اگر مؤمن باشید.